اگه این سه مورد رو نمیدونی به هیچ عنوان حق نداره داکت اسپلیت اجرا کنی. اولین قضیه، داکت اسپلیت حجم هوایی که داره تولید میکنه و در خونه سیرکوله میکنه رو به واسطه کانال، چه گالوانیزه و چه پلیورتان، در محیط انتقال میده و پخش میکنه. پس زیرسازی کانال شما بسیار تاثیرگذاره در اینکه بهره‌وری خوب بتونید داشته باشید. موضوع دوم، تیکاف بندی و محل قرارگیری دریچه‌ها مهمترین نکته در اجرای داکت اسپلیت. اینکه نه بسیار از دستگاه دور باشه که سیرکوله نقص پیدا بکنه و نه اینقدر نزدیک باشه که فرآیند بایپس شکل بگیره و تحویل مطلوب در محیط دچار ضعف بشه. سومین مورد، محل نصب خود پنل داخلی. همیشه سعی کنید اون رو در محیط داخل خونه قرارش بدید. اگر هم یونیت داخلی شما در محیط بیرون از خونه قرار داره، حتما به واسطه کانال مکش اون رو به فضای محیط خونه ارتباط بدید که بتونه تا حد زیادی سیرکوله رو حفظ بکنید و همچنین به طوری هوابند بکنید فریم زیرش رو و قسمت دریچه بازدید رو که به هیچ عنوان خاک و گرده هایی که در محیط بیرون وجود داره رو به خودش جذب نکنه. اینجا دماساه. اگه میخوای اطلاعات حرفه‌ای داشته باشید با ما همراه باشید. یادت نره برای عزیزانت بفرستید و حتما لایک و کامنت بذارید.